سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. سارا هستم، به کانال سارا آکادمی خیلی خوش اومدین. سابسکرایب کردن کانالم فراموشتون نشه. نظراتتون رو برام بنویسین. امروز میخوایم با هم بالهای فرشته کوچولو رو ببافیم. برای بافت بالها یه دونه گره ایجاد میکنیم، گره اولیه ایجاد میکنیم و 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره و از زنجیره دوم شروع به باف میکنیم، چون این زنجیره رو که ما نمیتونیم داخلش ببافیم، برمیگرده کارمون. از زنجیره دوم که میشه این شروع به باف میکنیم. 5 تا پای کوتاه، 5 تا زنجیره میمونه داخل هر 5 تا یک پای کوتاه میبافیم. 2 3 4 و 5 پای کوتاه. 5 پای کوتاه که بافته شد 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3 و کار رو برمیگردونیم به این صورت. از این سمت میبافیم. 2 تا پای کوتاه روی زنجیره ها میزنیم. زنجیره 3 تا زنجیره ای که زدیم، 2 پای کوتاه روی زنجیره ها میبافیم. این زنجیرمون بود، 3 تا زنجیره زدیم. الان باید 2 تا پای کوتاه روی زنجیره ها بزنیم. من چون دارم از داخل دوربین نگاه میکنم پیدا کردنش که من سخته. 1 و این هم دومین زنجیره. 5 تا هم خود پای کوتاه هامون بود. 5 تا پای کوتاه ها میبافیم. 1 2 4 و 5مین پای کوتاه. 1 زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم به این سمت. به صورت رفت و برگشت بافته میشه. 7 تا پای کوتاه داریم الان. 7 تا پای کوتاه رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پای کوتاهی که داشتیم رو میبافیم. 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3 کار رو برمیگردونیم و از این سمتش میبافیم. 2 تا پای کوتاه روی زنجیره ها میبافیم. 1 و 2. 7 تا پای کوتاه داشتیم. 7 تا پای کوتاهمون رو میبافیم که در مجموع میشه 9 پای کوتاه بافته میشه. یک زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. 9 پای کوتاه رو میبافیم. 1 2 3 4 8 و 9مین پایه. 9 تا پای کوتاه داشتیم بافتیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و کار رو برمیگردونیم. 2 تا
پای کوتاه روی زنجیره ها می بافیم. 1 و 2. 9 تا هم پای کوتاه داشتیم که در مجموع میشه 11 پایه. 1 2 11 تا پایی که داشتیم رو بافتیم. 1 زنجیره میزنیم و نخ رو بلندتر قطع میکنیم برای مونتاژ کارمون. این یه دونه باله. یه دونه دیگه هم از این بافت انجام میدیم. 2 تا بال نیاز داره دیگه فرشته کوچولومون. 1 دونه دیگه از همین بافت انجام میدیم تا مونتاژ فرشته کوچولو. تا ادامه آموزش شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.